آقا این خانومو از صبح دارم میبینم. ببین خانم این رسم کاسبی نیست. به زور میخوام مشتری بگیر. نه من نمیخوام. آتیشم نمیتونی درست کنی که بلال میفروشی. تازه شروع کردم شما رسیدین حالا چرا فیلم میگیری؟ خسته نباشی چون سوزوندی. حالا من فیلم میگیرم یه کار خوب بهت میگم. ببین چقدر درآمد داری از این کارت؟ من روزی 300 تومان 400 تومان 300 400 چند وقت این کارو میکنی؟ خیلی وقت دیگه زمستون این کارو انجام اینجا بخوای واسه خانم تنها تو این سرما بلال بفروشی. من یه کاری بهت میگم از این کارت 100 برابر در بیاری. ببین از همین بلال درست کردنت ویدیو میگیری تو یوتیوب میذاری. یکی از بچه‌هامون این کارو کرده. یه ویدیوش $1000 بهش درآمد داده. $1000 میشه 85 میلیون تومان. دلار 85000 تومانه. یوتیوب درآمد دلاری داره. اگه نمیدونی بدون. یا از این بلال درست کردن یا از آشپزی کردنت ویدیو بگیری یا از عدسی درست کردنت. توی یوتیوب بذار. کلام یوتیوب اگه بفرستی و کامنت کنی من بهت میگم چطور این کارو بکنی. اینجا هم وای نسا آتیشت هم دوباره خاموشه. یه بلال درست کنم. مرسی من اینا رو بخورم مریض میشم خامه. یوتیوبو بفرست بهت بگم چی کار بکنی. موفق باش. خداحافظ.